زمان خلافت حضرت عمر بودن، یکی از همه ابرقدرت‌های ریم گفت همین صحابه‌های محمد یک تعریف میکنن که یک تش اسیر بیارین ببینیم یا چی ان، جینن، ملائکن، انسانن. یا 6 7 تش بردن، بسیار اذیتشون دادن که یک بار از محمد حقارت نکردن. گفت دیگه جوش بمونین. یک سالت در دیگه جوش گفتن که کماندیشون گریه کرد. گفت که شاید عمر حقارت، گفت شاید که رسول الله حقارت بکنه، گریه داره. اومد گفت محمد حقارت، گفت نه. پس چرا گریه داری؟ ترسیدی؟ گفت نه. برای چی گریه داری؟ گفت من یک جان دارم، در روی همین مرا میپرتوهی، من جانم میبرویم. کاش که تمام موهی که در وجود من است همه همیا جان میداشت و برای محمد قربان میشی و این زبان تیار است که محمد ایام چی بگم. گفت بسیار شرمنده‌ام کردی، از سر من اقلا یک بار بوسه که آزاد میکنی. گفت صحابه های محمد آزاد میکنی؟ گفت بله. بوسه کرد و گریه کرده پیش حضرت عمر. گفت همین المومنین، من به خاطر صحابه های محمد پیشانی یک نجیس بوسه کردم، آیا این گناه است؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه فرمود هر کسی ایمانی به خدا و رسول داره بخیزه پیشانی را بوسه کنه. اول حضرت عمر خواستن بوسه کرد و تمام صحابه خواستن بوسه کرد.